سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. مال و ملک دریغه دختر نظربایف و گلناره دختر کریموف در خارج حبس شدند. نوبت مصادره شدن آفشارهای دختران امام علی رحمان نیز نزدیک شده است. ایالات متحده آمریکا وضع حقوق انسان در تاجیکستان را تنقید کرده تاجیکستان را دولت خودکامه نامید. ولادیمیر پوتین عمرباد پرزیدنت روسیه شده است. یک قصر محافظت شونده و دارای کینوتئاتر و حوض زیرزمینی در یکی از گرانترین کوچه های لندن بشاپس اوینه، خانه در منطقه معتبری خایگیت و آپارتمان بزرگ در چلسی با درخواست مقامات انتظامی بریتانیا بهار سال گذشته حبس شدند. آن زمان مقامات این کشور خبر داده بودند که این اموال غیر منقول به نفری معروفی سیاسی متعلق است، اما هیچ نامی را ذکر نکردند. 2 روز قبل سنه 10 مارس خبرگزاری BBC در همکاری با فیننس اینکاوریت و ترانسپرنسی اینترنشنال تحقیقاتی را نشر کرد که به کی تعلق داشتن این قصر و کشک‌ها را افشا ساخت. مالکان آن دریغه نظربایف رئیس سنت قزاقستان و دختر سابق پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف و پسر کلانی دریغه نورعلی علییو و همسرش عایده بودند. آنها میخواهند در دادگاه حبس این اموال را که به 100 میلیون دلار خریده شده است بیکار کنند. قیمت امروزه این اموال غیر منقول خیلی بالاتر از 100 میلیون دلار می باشد. حبس اموال دختر پیشوای قزاقستان به کمپینی بستگی دارد که برای مبارزه با پولشویی های شبهه آور سال گذشته در بریتانیا شروع شد. ابزار این مبارزه آردری است که اگر مالکش ثابت کرده نتواند که پول آن با راهی قانونی به دست آمده است، اجازه می دهد اموال غیر منقول حبس گردد. این اموال 100 میلیونی دختری پیشوای قزاق‌ها تنها در بریتانیا کشف شده است. امکان دارد اموال دیگر هم آنجا داشته باشد و با نام‌های دیگر به قید گرفته شده اند. اگر کشورهای دیگری اروپا هم به این کمپین همراه شوند، امکان کشف و حبس اموال نظربایف به مبلغ میلیاردها دلار پیدا شود. اگر آفشورها تفتیش شوند، شاید میلیاردهای دیگر پول رئیس سنت قزاقستان کشف گردند. 100 میلیون دلار برای دریغه نظربایف پول چندانی نیست. با در نظر داشت موقع و تأثیرش در حکومت قزاقستان و محبت پدرش به او، دارایی دختر پیشوای قزاق‌ها میتواند میلیاردها دلار در تمام جهان باشد. حتی اگر دریغه با گلناره کریموف دختر رئیس جمهور سابق ازبکستان اسلام کریموف مقایسه شود، گلناره کریموف که در بازداشتگاه به سر میبرد 2 هفته قبل اعلان کرد آماده است از بحر مبلغ‌های حبس شده اش در حجم 686 میلیون دلار در بانک‌های سوئیس یعنی شویتسیا به نفع دولت ازبکستان گذارد. اگر پروندهش قطع کرده آزادش نمایند. 686 میلیون دلار تنها در شکل پولی و تنها در بانک‌های سوئیس. این امکان هم زیاد است که دختر رئیس جمهور سابق ازبکستان مبلغ‌های زیاد در حساب‌های آفشاری و اموال غیر منقول در کشورهای جهان دارد.
این واقعیت در همان مراجعتش به حکومت ازبکستان دیده می شود. گلنوره گفته است دارایی های قبلا حبس شده اش به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون دلار چون جبران ضرری به دولت رسانیده اش حساب کرده نشده است. یعنی این به آن معنی است که غیر از 686 میلیون دلاری که گلنوره پیشنهاد میکند قبلا 1 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگرش از طرف دولت ازبکستان مصادره شده است. حالا تنها همین دو مبلغ بدون اموال غیر منقول گلنوره کریمووا در کشورهای جهان و صورت حسابهایش در آفشورهایی که حتما وجود دارند نزدیک به 2 میلیارد دلار است. حجم عمومی دارایی های گلنوره چقدر میتواند باشد تنها میشود تصور کرد. ولی این مهم نیست. مهم آن است که گلنوره بعد سالها ملکه دختری نازپرورد بودن و غارت کردن اموال مردم و کشورش در حبس قرار دارد و آماده است از بحر دارایی هایش گذرد تا تنها نفسی آزادی بکشد. حالا زاره و تولا دارد که آزادم کنید، همه را بگیرید تنها مرا آزاد کنید. مهم آن است که ملکه دختری دیگر که به ملکه شدن آمادگی می‌بیند دریغ نظرباییوه هم به این مرحله نزدیک شده است. یعنی حالت گلنوره به سلام علیکی دریغ نظرباییوه آمده است. امروز دادگاه بریتانیا اموالش را حبس کرد. فردا شاید مردم کشورش خودش را حبس و برگردانیدن اموال دزدیده اش را طلب کنند. و مهم آن است که این روند روز حتما به تاجیکستان هم خواهد رسید. گلنوره و دریغه به این حال آمدند. چرا به این حال ملکه های تاجیکستان دخترهای امامعلی رحمان نبیایند؟ آن روز دور نیست که اموال دارایی های آزاده و تخمینه، رخشانه و زرینه، رستم و حسن و غیرها که شمارشان اگر نوشته شود از 1 صحیفه هم زیاد می شود حبس شوند. این امر ناگزیر است و هیچ گزینه جز این وجود ندارد. این روز حتما می بیاید. دارایی های اینها، این ملکه دخترهای تاجیک، از دریغه و گلنوره کم نیست. آن دو، گلنوره و دریغه، پنهانی و خیلی با احتیاط بودجه کشورشان را غارت می کردند و با تمام امکاناتشان آن را پنهان می داشتند. این ملکه های تاجیک آشکارا نه تنها بودجه، یکی شهروندان کشور را هر روز آشکار و بدون استحاله غارت می کنند. 10 صورت حساب آفشاری، اموال غیر منقول زیاد در تمام دنیا، قصر و کشک و طلا و اسعار نقد در کشور دارند. قسمی از آنها را پیام افشا کرده است و حتما به افشای باقی مانده هایش هم ادامه خواهد داد. حالا میپردازیم به کشف آفشار چند از دختران رئیس جمهور ملکه های زمان، انیقترش آفشار دامادهای امامعلی رحمان و دادر عروسانش. با اجازه شما تماشابینان گرامی، از شمس الله صاحبوف شوهر رخشان رحمان را سر میکنیم. شمس الله صاحبوف مالهای از ملت غارت کرده اش، یعنی آفشار خود را در جزیره های ویرجین تحت نام شمس الله سخیبوف بنیان گذاشته است. داناگی را بینید، 2 حرف در نسب دیگر شده است.
به جای صاحبوف سخیبوف شده است. با این حال جستجو و معین کردن صاحبان آفشورها مشکل تر می شود. تا اینکه پیدا کرده دزد را نیابند، 2 حرف از نسبش را این دزد کلان دیگر کرده است. طبق حجت‌های پناهگی، شمس‌الله صاحبوف شرکت خود را در نشانی پستی یعنی پچتاوی آدرس میتلین کاورت لانکستر تراس لندن W23 PE به قید گرفته است. پولهایش را صاحبوف توسط شرکت میانروی ماساک فونسیسا اند کا لیمیتد واقع در بریتانیا به شرکت آفشوری خود گلاتو منیجمنت LTD انتقال می دهد. گلاتو منیجمنت LTD هنوز سال 2011 در جزیره های ویرجین به قید گرفته شده است. شمس‌الله سالهای دراز وظیفه نمایندگی تجاری تاجیکستان در بریتانیا را اجرا می کرد، در حالی که گردش مال بین تاجیکستان و بریتانیا به 0 برابر بود. گلاتو منیجمنت LTD یگانه شرکتی آفشوری نیست که به صاحبوف تعلق دارد. شرکت های دیگر با نام های بیگانه چندین تا به قید گرفته شده‌اند. اکنون از چابک و چقانی ظریفبک دولتوف، یک داماد دیگری رئیس جمهور امامعلی حرف میزنیم. ظریفبک دولتوف داماد دیگری امامعلی رحمان شوهر تخمینه است. او خود را در آفشور چون ظریفبک دولتوف به قید گرفته است، ولی نشانی پستیش در تاجیکستان نشان داده شده است. 36 فرهاد دوشنبه تاجیکستان. شرکت میانرو همان است که ذکرش در بالا رفت، ماساک فونسیسا اند کا لیمیتد. ظریفبک دولتوف پولهایش را به شرکت آفشوری پنکریج گلوبال لیمیتد واقع در جزیره های ویرجین میگذراند. اکنون درباره آفشورهای حسن اسدالله زاده، همان ابو حسنی که دیروز درباره‌اش گپ زده بودیم، امروز هم از قطار نماند در قطار اویله کمتر درباره آفشورهایش معلومات میدیم. حسن اسدالله زاده شاید از زیادی آفشورهایش رنج میبرد. تالکو منیجمنت لیمیتد، CDH Investments Corp، CBP Investment، اماتالا CA و چند آفشور دیگر زیر برند اوریون به قید گرفته شده‌اند. با کمک این شرکت های آفشوری حسن پولهای شرکت الومینی تاجیک یعنی تالکو، اوریون بانک، شرکت های ساختمانی و غیره را شستشو می کند. در پولشویی به او شرکت بریتانیایی GCL Live and Consulting کمک می کند. از طرف دیگر اسدالله زاده از یزنه‌اش خیلی عاقل‌تر برآمده است. هرچند آفشورهایش زیادند، او بیشتری آنها را با نام‌های خارجی‌های ثبت می‌کند که ارتباط با تاجیکستان ندارند. یکی از آنها متو ریچارد است. وسایط اخبار عامه خارجی می‌نویسند که CDH Investments Corp بین سالهای 2005 و 2007 توانست از تاجیکستان 2 میلیارد دلار بیرون برد. 2 میلیارد دلار بیرون برد. دیروز گفته بودیم این همان سالهایی بود که 2 سال اول به دست حسن افتادن کارخانه الومینی این کارخانه رشد داشت. اکنون
тамошобинони гиромӣ, дар бораи як домодтура шедеври соҳаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ Ҷамолиддин Нуралиев ҳарф хоҳем зад. агар дар бораи Ҷамолиддин гап назанем, Маликабону Озода Раҳмон мабодо наранҷанд. охир ин зану шавҳар аз нафароне ки дар боло номашон зикр шуд ҳеҷ камӣ надоранд. бар замми ин Ҷамолиддину Озода чунон моҳирона моли миллатро ғорат мекунанд ки то ҳол маълум нест ба куҷо мебаранд. мо ҳанӯз натавонистем ҳисобҳои офшории Ҷамолиддин Нуралиев шавҳари Озодаро пайдо кунем. хеле таҳқиқ кардем, натавонистем. аммо Ҷамолиддин ба ҷуз қасру кӯшкҳои зиёде ки дар Тоҷикистон дорад, соҳиби чанд хона дар Дубаю Абузабии Аморати Муттаҳидаи Араб, Вашингтону Вирҷиниёи Иёлати Муттаҳидаи Амрико, Истанбули Туркия, Барселонаи Испания ва Лондони Британия мебошад. ба мо муяссар шуд 4 хонаи ин домоди раис ҷумҳурро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пайдо кунем. яке аз хонаҳои Ҷамолиддин Нуралиев дар Вашингтон аст. нишонияш ҳам дар дастамон аст. 2301 N Street, NWAPT 208 Вашингтон. хонаи дигараш дар шаҳри Арлингтони иёлати Миннесота бо нишонии 1121 Арлингтон Белвиди, Арлингтон, VA 22209-3214 ҷойгир аст. ҳамчунин Ҷамолиддин Нуралиев дар иёлати Мериленд ва Вирҷиниё хонаҳо дорад. ин танҳо чанд мисол буд. тамошобинони арҷманд, ин фақат танҳо чанд мисол буд. оянда мо ба ҳар яки инҳо дар алоҳидагӣ хоҳем пардохт. кӯтоҳи сухан ин аст ки хонаводаи Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо ҳисобҳои офшорӣ, садҳо қасру хонаҳо дар дохилу хориҷ, яхтаву мошинҳои гаронбаҳо ва бар замми ин ки ҳар якаашон корманди давлатӣ ҳастанду ҳаққи тиҷорат ва машғул шудан ба соҳибкорӣ надоранд, даҳҳо тиҷорат дар кишварҳои ҷаҳонро доранд. тамошобинони гиромӣ, бармегардем боз ба Дариға Назарбоева. аниқтараш ба амволи Дариға ки дар Британия ҳабс шудаанд. агар Дариға собит карда натавонад пулҳое ки ин хонаҳоро харидааст бо роҳи қонунӣ ба даст омадаанд, додгоҳи Британия тамоми ин амволро мусодира хоҳад кард ба нафъи хазинаи Британия. ин пулҳоро аз Ӯзбекистон, ин пулҳоро аз Қазоқистон бурда дар Бритониё ҳама ин молу дороиро харидорӣ кардааст. аммо ба нафъи Британия ҳабс мешавад, мусодира мешавад. акнун диққат диҳед. тамоми пулу амволе ки хонаводаи Эмомалӣ Раҳмон ҳам аз кишвар дуздидааст, рӯзе мусодира хоҳад шуд ва бо гумони ғолиб ба нафъи кишварҳои дигар. чӣ хеле ки имрӯз моли мулки Дариғаро Британия ҳабс карда мусодира карда истодааст, моли мулки духтарҳову домодҳои Эмомалӣ Раҳмон низ як рӯз мусодира ва ҳабс мешаванд дар кишварҳои хориҷ. ки бой медиҳад? ки зарар мебинад? миллат.
اینجا میخواهم مراجعه داشته باشم به آزاده و تهمینه و رخشانه و دیگران، همه آنهایی که در اطراف رئیس جمهور هستند و خون مردم را میمکند. نام همه اینها را من نمیدونم و شرط هم نیست نامشان گرفته شود، چون با شمول جیانهای رئیس جمهور و نبیره و دادر عروس و دیگر به چند صد نفر میرسند این وامپیرها. گوش کنید. این مراجعه من به اهل عائله رئیس جمهور است. مالی که از دزدی به خصوص غارت مردم کمبغل و مظلوم به دست آمده است به کسی نصیب نمی کند و نکرده است. تاریخ را بردارید و نگاه کنید. هیچ حق مردم خوری آرام و آسایشته جهان را ترک نکرده است. اگر به کدام از آنها نصیب کرد که تا پیری دور رانند و مال مردم خورند، حتما فرزندان و نبیرگان و چند پشت دیگرش کفاره اش را پرداخت کردند. تقدیر گلناره کریمова باید به شما درس شود. این گونه تقدیرها در تاریخ هزارها نمونه دارد. شما خوردید، بردید، ساختید، سوختید و ذخیره کردید. میلیارد و صدها میلیون به درد کسی نمیخورد. اگر پولهای جمع کرده اتان را مصرف نه، هم تو کپیوره ها را جوشاننده و بریان کرده خورید، تمام نمی شود. برای زندگی آسوده و بیکم و کاست و حتی پررفاه یک عائله تا آخری عمرش 2-3 میلیون دلار کفایه می کند. شما صدها میلیون یا میلیاردها را چیکار کردنید؟ پول این مردم بیچاره را غارت کرده به خارج بردید. میلیاردها دلار در آفشورها بیکار خوابند. اگر آنها در تاجیکستان سرمایه گذاری می شدند، کسی مردی کاری نمی رفت. کسی مهاجر و دربدر نمی شد. سرسان و سرگردان نمی شد. امروز با این بدنفسیتان شما 2.5 میلیون نفر را سرسان و سرگردان، مهاجر و دربدر و فرزندان آنها را زنده یتیم کرده اید. انصافتان کجاست؟ روز میرسد، حتما آن روز فرا میرسد که همه اموال شما حبس میشوند. پول و دارایی هایی که شما از وطن خودتان، از دهان هم ملتان خودتان دزدیده اید، نصیب خزینه های بریتانیا و شویتزاریا و آمریکا و دبی میشوند. آن وقت هم پول های دزدیده اتان میسوزد. هم هفت پشتتان همیشه زیر لعنت مردم خواهد بود و هم نام خودتان همیشه به لعنت گرفته خواهد شد. از عذاب روز قیامت فکر کنید. نپندارید که الله شما را میبخشد. تا این مردم هر تینش را نبخشد، الله شما را نخواهد بخشید. به شما خود رئیس جمهور، اهل عائله رئیس جمهور، دختران رئیس جمهور و دامادها، دادر عروسها، پیشنهاد ما این است: هنوز که دیر نشده و پولهایتان را مثل پولهای مالهای دریغه و گلناره حبس نکرده اند، پولهای از ملت دزدیده به خارج بردهتان را برگردانید. آورده به مردم دهید تا شما را مردم بخشد. مطمئنم که این مردم دلسوز و مهربان ساده تاجیک باز شما را می بخشد. اگر هم نبخشید، اقلاً دیگر 7 پشتتان را لعنت نمی کند و اقلاً عذابتان در آخرت کمتر می شود. در عکس حال مطمئن باشید که پاسخ این همه غارت و دزدی را خودتان و فرزندانتان و نبیرگانتان هم
هم در این دنیا و هم در آخرت خواهد داد. ایالات متحده آمریکا وضع حقوق انسان در تاجیکستان را تنقید کرده تاجیکستان را دولت خودکام نامیده است. در این باره و از چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم سایمه گزارش می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش جدید خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را تنقید کرده گفته است که حکومت مثل سالهای پیشین مانع گوناگون اندیشه سیاسی شده است. مؤلفان گزارش تاجیکستان را دولت خودکامه نامیدند که در آن رئیس جمهور امامعلی رحمان و طرفدارانش نفوذ سیاسی دارند. گزارش را روز 11 مارس در وزارت معرفی کردند و در آن وضع حقوق انسان در بیشتر از 100 کشور ارزیابی شده است. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضع حقوق انسان در کشورهای جهان آمده است. قتل‌های غیرقانونی و خودسرانه در زندان‌ها، ربودن افراد در خارج و به تاجیکستان بردن آنها با همدستی کشورهای خارجی، شکنجه کردن زندانیان سیاسی در بازداشتگاه و زندان‌ها، بستن وبسایت‌ها، محدود کردن دسترسی به اینترنت، محدود کردن آزادی بیان و حقوق دینی از موردهای چشمگیر نقض حقوق انسان در تاجیکستان دانسته شده است. مانع‌گذاری در راه فعالیت‌های سیاسی، وجود فساد و رشوه‌خواری و کار اجباری و به احترامی به حقوق اقلیت‌های جنسی را از دیگر موردهای به احترامی به حقوق انسان در کشور نامیدند. در تاجیکستان نقشه واکنش به حالت فوق‌العاده در رابطه با ویروس خطرناک کرونا را آماده می‌کند. مقامات وزارت تندرستی در این باره روز 10 مارس در نشست با اشتراک نمایندگان سازمان جهانی بهداشت در دوشنبه خبر دادند، اما جزئیات طرح را آشکار نکردند. برای تهدید به سرعت پهن شدن ویروس خطرناک کرونا در جهان، مقامات بازارهای کشور را وادار کرده است که این مکانهای سیرآدم را یک پای هم دزینفکت کنند. مسئولان بازار به رسانه‌ها گفتند همکنون آنها نه ماهی یک دفعه بلکه هر روز بعد از انجام کار بازارها را با محلول‌های مخصوص پاکیزه می‌نمایند. مقامات تاجیکستان میگویند در کشور یگان مورد گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است، اما بیش از 1,500 نفری که از چین و کشورهای دیگر آمده بودند زیر نظارت پزشکان قرار گرفتند. متخصصان مرکز جمهوری دزینفکسیا در این شب و روز سرتشویشند. مسئولین این نهاد به رسانه‌ها گفتند که محلول المادیز را استفاده می‌کنند که به ضد ویروس و میکروب‌ها و باکتریاها است. تأثیر آن فقط به ضد انگیزنده این بیماری میباشد، به غذا و انسانیت ضرر ندارد. دومای دولتی روسیه در قرائت سوم و نهایی تغییرات به کنستیتوسیا را قبول کرد. با جانبداری از تغییرات 383 وکیل رای داد و 43 تن دیگر خودداری ورزید. این تغییرات محدودیت منصبداران بلندپایه، گسترش صلاحیت‌های پارلمان، کفالت‌های اجتماعی و اولویت قانون‌های ملی را به سازشنامه‌های بین‌الخلقی مد نظر دارد. در متن تغییرات کنستیتوسیای روسیه نام خدا نیز ذکر شده است. تغییرات اینچنین تقسیم حدود کشور و دعوت به آن را نیز منع می‌کند. همچنین پیشنهاد وکیل دومای دولتی والنتینا تریشکووا درباره به صفر برابر کردن مهلت پرزیدنتی ولادیمیر پوتین قبول شد. این تغییرات با ولادیمیر پوتین امکان می‌دهد که برای دوره نو پرزیدنتی در سال 2024 نیز نامزد شود. دوره پرزیدنتی پوتین 67 ساله در سال 2024 به آخر می‌رسد و بنا به قانون اساسی روسیه وی دیگر حق داشته نمی‌توانست نامزد ریاست جمهوری شود. ولی تغییری که به این قانون وارد کرده شد اکنون برایش امکان خواهد داد از سال 2024 سر کرده باز دو دوره دیگر پرزیدنت روسیه باشد. روز 10 مارس پوتین با یک اشاره به همه این پرسش‌ها پاسخ داد. وی به هیچ کجا نمی رود. اکنون دوره پنجم پرزیدنتی او در سال 2024 همچون دوره یکم و ششمش در سال 2030 همچون دوره دوم پی در پی شمرده خواهند شد.
اینجا نهایت برنامه امروزه پیام نیوز است. با امید دیدار در روز دیگر. خیر. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net